محمد ظریف ابراهیمی از ولایت هرات، پدر آیلین. ما به ایران به دیدنی رفته بودیم. میگو بیاد که شفاخانه از شفاخانه ایران ای به دنیا آمد. این زمان بدر بود، چندش هم بستر بود، خیلی پول مصارف شد، پول تومن دیگه. اونا کار کرده نتونستم، گفتم ما توان مانیه دیگه. ما بر جا بردیم تجار جا دیگه رفتیم به ایران، گفتم کار مانیه دیگه بود. ما از اینجا هوایی آمدیم به کابل آمدیم. اینجا خیلی گشتیم دیگه. همین چیزایی که همین شفاخانه که نام دیگه هر گردم از رفتیم جوابگویی کردم، نتونستم، گفتم نمیتونیم دیگه. بعد آمدیم به شفاخانه کیو. آن دیگه یک هفته میشه بستریم. عمل کردم، خیلی عمل خوبی کردم. دکتر صاحبا یک ریپم از ما پول نگرفتم. بسیار کار چیزی کردم. حال شیرم میخوره، خوابم است، همگی حساب خوبه، هیچ مشکلی فعلا نداره. تا به جایی که جادش اینا خدمت کردم و به رایگان پولم نسوندم. یک طفلکی 13 بود که از هرات برای ما مراجعه کرده بود. یک طفلکی بود که وقتی که تولد شده بود زبانش به حد کلون بود که دان مریض بسته کرده بود. مریض نمیتونست از دان خود چیزی بگیره و تنفس بکنه. و می صاحب باز مریض و شفاخانه مختلف گشته بودن، باز بالاخره بر ما مراجعه کردن و ما هیر سر عملیه جراحی زبان زیر خرد ساختیم و مریض فعلا تنفسش نرمال است و میتونه مواد غذایی بگیره از طرف دهان خود و حالت عمومی مریض خوب است و مریض بخیر مرخص شد از شفاخانه. یک عالم تشکر که از ما یک ریپه به صبح نسوندم و یک ریپه ما به کسی ندادیم. 10 روز بشه اینجا بستریم، شو روز نیم ساعت دکتر میآید سوزن میزنه، همه خدمتور بکرد. تشکر از رئیس صاحب و همه دکترها و پرسنل خیلی خدمت کردن با ما.